آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای اسلام تسلیم شدن در برابر حق گشوده و ظرفیتش را بالا برده و همواره در مسیر پرنور الهی است، با کسانی که از این معانی بویی نبرده همانند است؟ پس وای بر سخت دلانی که یاد خدا در دلهای ایشان جایی ندارد. بیشک اینان در گمراهی واقعی به سر میبرند. خدا بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که آیاتش از نظر عمق و زیبایی همانند یکدیگرند و مکرر شدند، کتابی که با شنیدن آن لرزه بر اندام کسانی که نسبت به خدا خاشع‌اند می‌افتد. سپس سراسر وجودشان و قلب‌هایشان با یاد خدا آرامشی زیبا می‌گیرد. این همان هدایت الهی است